السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون. با توجه شما برنامه نوبتی فروغ اندیشه منظور می شود. ما در عرفه یکی از جشن‌های فرخنده کشور عزیزمان 145مین سالگرد زادروز اساسگزار ادبیات معاصر تاجیک قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی قرار داریم که واقعا برای تمام تاجیکان تاجیکستانیان این روز یک روز فرخنده و مبارک است. با مقصد شناسایی با پهلوهای گوناگون ایجادیات استاد صدرالدین عینی ما به این برنامه یکی از چهره‌های شناخته علم و فرهنگ دیارمان، علاقه معارف جمهوری تاجیکستان، کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، برنده چندین جایزه ها، مؤلف چندین اثرهای تحقیقاتی و آموزگاری که برای مردم دیار ما خیلی عزیز و معتبر هستند، محترم خواجه محمد محمدزاد را دعوت نمودیم. استاد، من شما رو به این برنامه فروغ اندیشه که ما با 145 سالگی استاد صدرالدین عینی بخشیده می شود صمیمانه خیر مقدم می گویم و رمزاً ما همین برنامه را در کتابخانه مرکزی به نام استاد ابی رجب تهیه کردیم که بگذار مردم ما پیش از همه کتاب را دوست دارند، اهل ادب را دوست دارند، استاد عینی را احترام کنند. لطفا میگوید که استاد عینی از نگاه شما چقدر انسان بودند؟ شما آیا خودتان استاد عینی را روبرو دیده اید؟ سوال خوب. من استاد صدرالدین عینی را روبرو ندیدم، ولی با طفیل شناسایی با آثار گرانبهای این زبده دوران شناس هستم و با چشمان دل عینی را دیدم و این دیدن و این شناسایی با آثار استاد یک عمر به من حلاوت می بخشد و من خود را شاد حس می کنم که در آینه دل من استاد عینی همیشه عکس می شود. استاد، از نگاه شما آدم و آدمیت در اثرهای استاد صدرالدین عینی چطور تصویر شده است؟ بسیار سوال خوب، هم سوال بسیار جوابش وسیع را طلب می کند، زیرا آدم و آدمیت، آدمگری موضوعی است که تمام آثار استاد عینی را از تحصیب و سبیان سر کرده تا صحیفه های آخرین یادداشت‌های او در این مسئله گپ می رود و هر کاری که عینی نسبت خلق می کند از همه آدم و آدمیت او منشأ می گیرد. برای به این مسئله جواب گفتن وقت بسیار لازم است. ما وقت را به حساب گرفته در شخص 2-3 نفر آدم و آدمیت در آثار عینی چطور عکس یافته است را بیان میکنیم. این شخص زبده پدر استاد عینی سید مراد خواجه می باشد. شخص دومی که آدمیتش بسیار بلند است و به عین خدمت کلان کرده است، این صالح مخدوم می باشد که در مدرسه عالم جان به عین خدمت کرده است. اینا اینجا بیان میکنیم و خود در ابرز خود استاد عینی مسئله آدم و آدمیت با دلیل های روشن عکس یافته است که اینجا میگوییم. مثلا آدمیت را در عملیات پدر استاد عینی چنین دیده است: سید مراد خواجه شخص خاکسار، شخص دانشمند، شخص زبده و پیشقدم، شخص هنرمند و مهنتی است که
هر یک کارش رو با صفت میکند. از نگاه عینی اون آدمی که کارش با صفت است در او آدمیت دیده می شود. وظیفه نمایانترین پدر استاد عینی سید مراد خواجه این است که وقتی که سید مراد خواجه در مدرسه بخارا تحصیل میکرد، پدر سید مراد خواجه از دیه استاده امر میکند که سید مراد خواجه مدرسه را مانو برآمده بیا، زیرا من کلان سال هستم، ناتاب هستم، بی تو زندگی کرده نمیتوانم. سید مراد خواجه برای آن که احترام پدر را به جا بیارد، برای آن که به پدر خدمت رسا کند، همون مدرسه را یک سو گذاشته برآمده به ساکتری می آید و به پدرش خدمت می کند. انا در این عملیات صدرالدین عینی در شخص پدرش آدمیت را بلند تصور کرده است. خصلت دیگری آدمیتی پدر استاد صدرالدین عینی در این بوده است که او شخص دانشمند و همیشه خودآموزی میکرده است و دانشش را به منفعت خویش و تبار، به منفعت خلق صرف میکرده است. مثلا یکی از خویشاوندانش را تعلیم داده برده به مدرسه بخارا قبول میکناند، از خویشاوندان پدر عروسش. این کار کی میکند؟ آن آدمی میکند که در او آدمیت باشد. دیگرش این که سید مراد خواجه در همه ساختره ایستاده به تربیه فرزندانش محیدین خواجه خود صدرالدین جدی به طور قطعی مشغول می شود. شما تصور کنید پدرانی هستند که بی‌پروا هستند، به تربیه فرزندها چندان دقت نمی دهند، لیکن پدر استاد عینی بسیار جدی نگاه می کرده است. وقتی که عیسی مخدوم شاعر به ساختره آمده، مسجد ساختره به نماز در آمده بوده است، سید مراد خواجه عینی می نویسد که پدرم آمده، من جویچه با کنه و بازی کرده ایستاده بودم، مرا برداشته به سر دیوار ماند و گفت که نگاه کن، حاضر از مسجد یک کس می براید، وی معلم عقد محیدین خواجه است، در بخارا به عقد درس می دهد، وی عیسی مخدوم است. وی بعد بیت عیسی مخدوم را با گرفته به صدرالدین عینی می خواند، تو نغز دقت کن، عیسی مخدوم را بین. اون بیت این است: به توکل من بار خود را، ولی نعمت خویش دان کار خود را. این بیت از صاحب است. بیت عیسی مخدوم نیز همین طور به مهنت فرزند را دعوت میکند. یعنی تربیه پدر در راه مهنت بودنش این یکی از ساحه های تربیه مهنت دوستی انسان است که به انسان حسن و اعتبار و آدمیت میبخشد. بعد استاد عینی میگوید که من به صحرا میروم طرف پدرش. بعد سید مراد خواجه میگوید که با کی میروی؟ پدر صدرالدین میگوید که با اکمالون میروم، اکم بخارا آمدگی با همون به صحرا میرویم. بعد پدر میگوید که نه پسرم، اکد تا سپارش های یک هفتینه از من گرفته اش را از خود کرده از پیش من 100% نگذراند وی به هیچ نمی رود. این چه معنی دارد این گپ؟ این معنی آن دارد که آدمیت این پدر بلند بوده و تربیه فرزند جدی می استد. انا همین غمخواری های پدر بود که محیدین خواجه بخارا رفته می خواند.
خصلت دیگری مهنت دوستی سید مراد خواجه و آدمیت سید مراد خواجه که صدرالدین عینی در شخص پدر دیده است این است که سید مراد خواجه با منفعت مردم بسیار خدمت میکند. از جمله وقتی که با مساعدت هوا مثلا ریگ کوچی به عمل می آید و باغ‌های مردم ریگ زیر می کند، از جمله باغ پدر عروسش را ریگ پره زیر کرده درخت و نهال‌های زراعت در می خواباند. پدر سید مراد خواجه در غم پدر عروس افتیده به صدرالدین میگوید که خیز بچم خر سوار شو پشت من به خانه بابات می رویم. نهایت می روند. صدرالدین نوشته است که ما رفتیم پدرم خطی به خانه پدر بابام در آمدیم، تقایه هایم 2 نفرشان به مهنت تیار شده مبارزه به مقابل ریگ کوچه ایستادند و علی خان تقایم اسبش سوار شده به جای رفته ایستاده است. پدرم گفت که تو به تازه کردن ریگ باغ نمی روی، اسب سوار شده کجا می روی؟ علی خان تقایم گفت که به من باغ و زمین در کار نیست، بازار باشد بس من به بازار می روم. پدرم گفت که آه بدباطین. از درون صدای بابام آمد که به وی کاردار نشوید، وی از ما نیست، وی خوک است. تصور کنید کسی که در غم کار خواجگی در غم پدر نیست و برآمده به کوچه می رود، وی را مردم فرزند حساب نکردیم، حتی به حیوان وحشی مانند کردیم. انا آدم و آدمیتی پدر عینی را بینید که از دیه خیسته برای ریگ باغ پدر روز را تازه کردن رفته است، اما فرزند خود وی مرد برآمده به کوچه رفته ایستاده است. انا این است آدم و آدمیت سید مراد خواجه. باغ را در یک مدت کوتاه در یک روز تازه کرده بیگاه برآمده از پدر روز فاتحه میگرد و میبراید. کار دیگری که در سیمای سید مراد خواجه در ساحه آدم و آدمیت بسیار بلند است این است که سید مراد خواجه میبیند که بهار شده است، وقتی کشت و کار شده است، ولی کانال کلان 32 کیلومتری شافرکام هنوز از قمپور آدمانی که امیر متصدی کرده است به معیشت داده شده که ریگ را تازه نکرده ایستادند. سید مراد خواجه از خودش دانسته برآمده بخارا رفته به امیر بخارا عریضه می نویسد که یگان آدم با انصاف را به کار کانال راهبر تعیین کنید. نهایت عریضه سید مراد خواجه به امیر معقول می شود. امیر بخارا صدر سریر قاضی را به راهبری تازه کردن کانال تعیین می کند. صدر سریر بعد صدرالدین می نویسد که پدرم مرا گرفته به سری همون کانال برد، ما رفتیم که علاقه کاری یک ماهی کمیسیه پیشتره در 3-4 روز مردم کردن. کانال اندکی دیگر بود که مردم تازه کردن، آب سر دادن، آب آمد، تمام آدم خرسند شد. پدرم چنان خرسند شد که گویا سرش به آسمان می رسید. انا این نشان آدم و آدمیت در سیمای پدر سید مراد خواجه صدرالدین عینی نشان داده است. شخص دیگری که آدمیتی بلند داشته است میر صالح خواجه که از شناسهای اکه صدرالدین عینی محیدین خواجه با میر صالح خواجه در مدرسه عالم جان شناس بوده است. انا همین میر صالح خواجه به عینی خدمت بسیار کرده است. صدرالدین عینی از خانه صدر ضیا برآمده فراش مدرسه عالم جان می شود. به طفیل میر صالح مخدوم
میرصالح مخدوم با میرصالح مخدوم در مدرسه عالمجان قریب 10 نفر آدم زندگی میکرده است. صدرالدین نوشته است که تنها میرصالح به من مرا به پول به مزد کار نمیفرمود. دیگری آن ملاها اگر چندین ملا باشند هم مرا استفاده میکردند اما مزد مهنت نمیدادند. تصور کنید انسانی که پدرش مردگی مادرش مردگی مثلا اکش خوانده ایستاد است درآمد ندارد و استفاده میبرید فراشه میکند خانه را میروبد هیزم میشکند علاوه میکند خوراک میپزد به وی مزد نمیدهند. تنها میرصالح خواجه غیر از مزد مهنت با نان و چای کرده میداد با لباس کهنه و یاردم میکرد. انا نفعتم به کسی رسد انا این آدم و آدمیت است. در همین جا از حسین وایسی کاشفی یک مثال بیارم. حسین وایسی کاشفی میگوید که پگاه از درت برای با پای راست برو به طرف راست راه را گرد خدا را به یاد بیار در دلت گو که همین روز نفعم به یگان کس میرسیده باشد یا نه. این گپ ها عالم معنای انسانی و آدم و آدمیت دارد که انا همین گفته حسین وایسی کاشفی در سیمای پدر عینی سید مراد خواجه 100% دیده می شود. انا همینطور آدم و آدمیت در آثار استاد عینی. استاد شما نسبت آثار استاد سردین عینی بسیار توجه کلان دارید، بسیار آموخته. از نگاه شما امروز خلده بلندی آثار عینی را در کدام اثرهای او شما میبینید؟ سوال خوب است. آثار استاد عینی چقدر که هست همش بلند است ولی کلمیناتسی یعنی قله بلندی فعالیتی علمی و ادبی استاد عینی در یادداشت‌های او عکس خود را یافته است. یادداشت‌ها 4 قسم به تالیف به دست رسیده است. قسم پنجمش مرگ امکان نداد. استاد عینی مقصدشون بوده است که یادداشت‌های تا انقلاب اکتبر آورده رسانند ولی صحیفه های آخری یادداشت‌های استاد از 902 903 حرف میزند. این طرف ناگفته مانده است. بزرگترین اثرشون بزرگترین چرا سوال دادن ممکن که چرا این بزرگترین است؟ بزرگترین به آن است که استاد عینی از بچگی میخواست است که یادداشت‌هایش را نویسد اما عقل به او فرمان میکرده است که تو هنوز صبر کن، حیات را چقرتر آموز، گذشته را درستتر آموز، ایجادیات کلاسیکان را درستتر آموز، بعد به خاطره ها مشغول شو، به نوشتن خاطره هایت. نهایت از سالهای 46 استاد عینی به نوشتن یادداشت ها مشغول می شود و در دوام 2 جلد اولش استاد با لئوریت مکافات دولتی SSR مشرف می گردد. در کدام یک حجت خوانده بودم که فدیف به استالین حجت را میبرد که میرزا ترسونزاده باید به لئوریت پیشنهاد کرده شود. استالین گفته بوده است که به طرف فدیف که ترسونزاده لئوریت می شود اندکتر می ارزد به لئوریت، لیکن وای موسفیدی که یادداشت نوشته ایستاده است انا وای رو پیشنهاد کن که وای رو سزاوار لئوریت کنیم. بعد فدیف گفته است که وای آدم یادداشتش تمام کند بعد پیشنهاد میکنیم. استالین گفته است که تو باوری داری که تا آخر یادداشت‌های این موسفید در حیات میموند؟ وای سن و سالش کلان است، از همه حاضر استفاده برده او را پیشنهاد کردن در کار. نهایت به لئوریت پیشنهاد میکنن. 2 جلد یادداشت ها
سزاوار لوریت دولتی SSR می شود. جهت دیگرش این است که چرا قله اولی آثاری عین حساب می شود؟ برای آنکه یادداشت ها هم اثری بدیعی واقعه های تاریخی گذشته انسانی را به طور بدیعی تصویر کرده است. پهلوی دیگرش این که یادداشت ها هم اثری بدیعی هم اثری علمی حساب می شود، چون که خود استاد هم شاعر و هم عالم است، همین هم علم و هم بدیعیت استفاده کرده یادداشت ها را نوشته است. جهت دیگری قله عالی بودنش این است که استاد صدرالدین عینی تمام مهارت و نیروی انسانیش را در آفریدن زبان دری در یادداشت ها اثبات کرده است که زبان دری زبان معرفت پرداز است. این زبان گویا است، یعنی زبان با زبان نوشته است که بسیار ساده، روان، فهما و با اسلوب استاد رودکی این چیز سهل ممتنع یادداشت ها آفریده شده است. استاد ریالیسم استاد صدرالدین عینی از کدام سرچشمه ها منشأ میگیرد؟ ریالیسم استاد صدرالدین عینی، کلمه ریالیسم در تاجیکی حقیقت بیانی در آثار استاد عینی می شود، لیکن تعبیر ریالیسم این کلمه ای که از دیگرها به ما گذشته است و رسمی شده است، ما همچون کلمه خود آن را ادیبان ما استفاده میبرند. در مسئله ریالیسم استاد عینی و بینندگان محترم میگویم که دو اثر را یافته خوانند. اثر ایوسیف ساموئلویچ براگینسکی ریالیسم عینی، اثر میرزا ترسونزاده این هم ریالیسم عینی. هر دوی این اثر در کتاب ادبیات سویتی تاجیک سال 1954 از چاپ برآمده است و مقداراً 550 صفحه دارد. انا همین کتاب ریالیسم عینی کشاد و روشن نشان داده شده است. منبع و سرچشمه حقیقت بیانی عینی چنانه که میرزا ترسونزاده گفته است، یکمش استعداد طبیعی خود عینی، یعنی در سیمای عینی، در جسم عینی یک نیروی طبیعی وجود دارد که وای حقیقت را، ریالیسم را سراغ میکند. منبع دومی که ریالیسم عینی از آن منشأ میگیرد این حیات است، حیات گذشته خلق، حیات امروزینه که عینی با چشم دیده است. انا از همه حیات منبع گرفته استاد عینی حقیقت بیانی کرده است. استاد اگر ما با روندهای تاریخی جمهوری تاجیکستان هم در زمان اتحاد شوروی و پس از صاحب استقلالی نظر افکنیم، واقعا هم از طرف پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت این فرزانه ملت در سطح خیلی بلند ارزگذاری ظاهر کرده. اگر ما ببینیم پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان یکی از نخستین شخصی را که با عنوان بلندی قهرمان تاجیکستان سزاوار دانستند این استاد صدرالدین عینی بودند. استاد عینی چی اندیشه ها دارید درباره توجه رهبریت امروزی کشور نسبت این بزرگمردان تاجیکستان؟ رهبر جمهوری پیشوای ملت امام علی رحمان نسبت استاد عینی بسیار دقیق فکر کرده عنوان قهرمان خلق تاجیک دادن. وقتی که امام علی رحمان همین عنوان را به عینی اعلان کردن
من یک نفر اعضای جامعه تاجیکستان گفتم که بسیار ارزنده است، ولی به استاد عینی یک بار قهرمانی دادن کم است. من بینید خدمت های جوک فقرته 4 بار قهرمانی دادم. استاد عینی به چندین قهرمانی می ارزد، زیرا ملت تاجیک را از بحران ضدیت های ملت تاجیک پانتورکیزم از سالهای پیش از انقلاب سر کرده به مقابل ملت تاجیک مبارزه می برد و اعلان کرد که در دنیا تاجیک نام ملت وجود ندارد. استاد عینی با دلیل های قاطع اثبات کرد که تاجیک یک قوم بزرگ است از آریان که در ماوراءالنهر زندگی دارد، تفکر بلند دارد، ایجادیات دارد، نماینده دارد، تاریخ و تمدن قدیمه دارد. تاریخ و تمدن قدیمه دارد. در مسئله امام علی رحمان همین را گفتن در کار که با یک چند کسای دیگر شخصانی که سزاوار ارزنده بودن نام قهرمانی داد. این بسیار در بسیار ساحه سهم رهبری ریسپوبلیک ما کلان است. استاد، من برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و شما عرض سپاس میکنم. واقعا درباره چهره های بزرگ ملت ما از جمله استاد صدرالدین عینی ساعت ها سخنگوی خیلی کم است. من امید میکنم که پس از این صحبت شما بیننده های ارجمند ما نسل های امروزه از آثار استاد صدرالدین عینی بهره ور میشوند. برای بیننده ها اصرار می‌داریم که این برنامه ما هم توسط سیمای شهر پنجکین و همزمان توسط رادیوی صدای پنجکین نیز پخش می شود. برای صحبت با شما یک جهان تشکر. بسیار خوب گفتید. چند ساعت گپ زنیم در حق عینی کم است. عینی فعالیت عینی ساحه های بسیاری را در بر میگیرد. عبدالنبی ستارزاده 21 فعالیت عینی را در جزء 12 جشننامه عینی تصویر کرده است. خواننده ها البته از این چیز واقف هستند. وقتی که دیگرش میمونیم و وقتی که استاد عینی در سمرقند در روزنامه مثلا گریم 25 دکبر سال 24 اولین شماره آواز تاجیک برآمد، برای آنکه تاجیک را منع کرده بودند. از سال 20 تا 24 نه گزیت، نه کتاب، نه مکتب، یگان چیز به زبان تاجیکی اجازه ندادند. ولی عینی مبارزه برده همین کار را تشکیل کرد. شعر آواز تاجیک یک دو بیتش خوانم، بعد به پرده تا به چندین راز تاجیک بیا بنشین شنو آواز تاجیک. چو قمری می سرایم نغمه چون که گرفتارم به سرو ناز تاجیک. به ذهن پاک و استعداد فطری نباشد در جهان انباز تاجیک. معنای این بیت این که در فکری تازه و در استعداد بلند در دنیا با تاجیک برابر می شدگی آدم نیست گفته است. هنرها پیشه ها ایجاد کرده به عالم قوه جانباز تاجیک. یقین دانی که انجامش به خیر است. یقین دانی که انجامش به خیر است. به یاد آری گذشته تاجیک. جهان را سر به سر سنجیده دیده به عهد پیشین چشم باز تاجیک. پس از چند به خاموشی غنودن عاقبت برآمد آواز تاجیک. انا از همون وقت این طرف بعد ما ریسپوبلیک سوسیالیستی شدیم، مردم ما را شناخت. برای شما هم تشکر استاد عزیز. بیننده های عزیز و ارجمند،
ما در برابر بزرگداشت استاد فردین عینی در ماه می سال روان باز گرامی داشت چهره‌های شناخته ملت ما قهرمان تاجیکستان استاد میرزا ترسونزاده، شاعری ملت استاد لایق شیرعلی، شاعری بزرگ ملت مومن قناعت روبرو هست. ما امید میکنیم که استاد در این برنامه ها اشتراک می‌ورزند و ما برای ترغیب و تشویق این چهره‌های ماندگار ادبیات تاجیک همه طرفه مساعدت میکنیم. استاد لایق بر حق گفتند یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد، شعر ترسونزاده و این آبشاران زنده باد. برای توجهتان سپاسگزار هستیم. سلامت و سربلند باشید.